زنان در زیر سایه اسید. اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. اسیدپاشی حمله است که نه به قصد قتل بلکه معمولاً برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می شود. اسید ماده‌ای است که قرنها از شناخت آن می‌گذرد، اما به نظر نمی‌رسد که پدیده اسیدپاشی قدمتی بیشتر از 150 سال داشته باشد. اسید مورد استفاده بیشتر اسید سولفوریک، اسید کلورید، اسید نیترید و سود سودزوت و هیدروکسید سدیم است. البته این ماده آخری از نظر شیمیایی در زمره اسیدها قرار نمی‌گیرد. اسیدپاشی در کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند و شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان و کودکان در آنها زیاد است، بیشتر دیده می شود. این پدیده در کشورهای زیادی در دنیا دیده می شود و در کشورهایی که شایع تر است، یعنی کشورهای جنوب آسیا، سابقه بیشتر از 150 سال ندارد. در افغانستان در دوران حکومت طالبان مدرسه‌های دختران تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسه‌ای مرسوم شده بود. در بنگلادش اسیدپاشی معمولاً شکلی از خشونت خانگی است. در ایران تقریباً 90% موارد اسیدپاشی قربانیان زن هستند. برخی خواستگارانی که در رابطه عاشقانه شکست می‌خورند با اسیدپاشی بر صورت زن مورد نظرشان به قصد تخریب زیبایی و انتقامگیری این کار را انجام می‌دهند. برخی از کارشناسان قوانین مربوط به اسیدپاشی را به اندازه کافی بازدارنده نمی‌دانند. از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، کامبوج، ویتنام، لاوس، هند، هنگ کنگ، چین، بریتانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، اتیوپی به عنوان کشورهایی نام برده می شود که رفتار تهاجمی بیشتر در آن دیده می شود. این پدیده در ایران و افغانستان و عربستان سعودی و عراق هم وجود دارد. اسیدپاشی ها معمولاً در پی درگیری های فردی، خانوادگی، ناموسی و گروهی همچون خشونتی بیرحمانه و سادیسمی به قصد نمایش اقتدار انتقامگیری، هراس‌افکنی و ویرانگری رخ می دهد که نتایج آن در بسیاری از موارد علاوه بر نقص جسمانی، اختلال های روانی، ترس دائمی، افسردگی، اعتیاد و افزایش میل به خودکشی و انزوای فرد بوده است. آمانج اصلی اسیدپاشی ها معمولاً صورت زنان است، نه تنها زیبایی زنان و امکان تماشا و بالیدن و لذت بردن از آن را برای فرد و یا دیگری برای همیشه از بین میبرد، بلکه از توان بینایی زنان کاسته و تا آنجایی که ممکن است آنان را از حضور دلخواه و دلپذیر در زندگی اجتماعی، خانوادگی و جنسی محروم کرده و با زجری جاودان همراه سازد. اسیدپاشی جلوه‌ای از نمایش اقتدار و خشونت بیرحمانه به قصد ویرانگری، انتقام یا واداشتن به تکمین از طریق هراس‌افکنی است. به عبارتی دیگر، آنجا که تمامی ابزارها برای کنترل زنان و تحکیم اقتدار مردان بر زنان بی اثر میماند، اسیدپاشی میتواند همچون مجازاتی به شدت آسیب رسان و به لحاظ روانی نوعی مجازات ابدی و اعدام روانی در بازتولید اقتدار مردانه و وحشت آفرینی نقش ایفا کند تا زنان را از پیگیری زندگی به دلخواه خود ناتوان و پشیمان سازد. معمولاً اسیدپاشی ها به صورت فردی، شخصی، موردی و بیشتر توسط مردانی که با از دست دادن کنترل بر زنان خود را بازنده می‌بینند صورت می‌گیرد و بسیاری به ندرت خصلت زنجیری می‌یابد و کمتر از آن کمتر به چالشی سیاسی بین حکومت و مردم نیز بدل می‌شود. یکی از این نمونه‌ها اسیدپاشی طالبان بر روی دختران در مدارس بود. برای جلوگیری از حضور آنان در مدارس، جدیدترین مورد نیز مربوط به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و کردستان است که همچنان یکی از مهمترین موضوعات داغ جامعه است. اگر در جامعه مدرن به رغم قوانین، سیاست‌ها و ارزش‌های مسلط بازدارنده خشونت علیه زنان، همچنان شاهد خشونت گسترده علیه زنان در خانواده، در محیط کار و در خیابان‌ها هستیم، در جامعه نظیر ایران که قوانین دینی و سیاست‌های رهبران کشور
نیز بر تبعیض شدید جنسیتی و ایدئولوژی زن ستیزانه استوار است، خشونت‌ها می‌تواند ابعاد گسترده‌تری به خود گیرند. به طور کلی نظام جنسیتی قدرت و ساختار مردسالار جوامع گوناگون که بر پایه نابرابری و تبعیض علیه زنان استوار است، زمینه اعمال خشونت علیه زنان را به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی و حفظ سلطه مردان بر زنان حتی در مدرن‌ترین جوامع فراهم ساخته است. خشونت علیه زنان فیزیکی، روانی، اقتصادی و یا جنسی عموماً در چارچوب حوزه خانواده، مدارس، محیط کار و اجتماع و خیابان به چشم می‌خورد. با آنکه خشونت علیه زنان یکی از جدی‌ترین و فراگیرترین معضلات امروز جامعه بشری است، با این همه درجه و ابعاد آن در کشورهای گوناگون بسته به موقعیت زنان و ساختار مردسالاری در آن متفاوت است. به عبارتی روشن‌تر، رابطه مستقیمی بین قدرت زنان و میزان امکان پذیری خشونت علیه آنان وجود دارد. هرچه زنان موقعیت ضعیفتری در خانواده و اجتماع داشته باشند و مردان از قدرت برتری برخوردار باشند، خطر آنکه با خشونت بیشتری روبرو شوند افزایش می‌یابد. در ایران قوانین بر افزایش اسیدپاشی دامن میزند. مشکلات مجازات قصاص در اسیدپاشی طبق ماده 272 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اجرای قصاص مساوات و برابری میزان قصاص است. تا به حال شاهد آن بودیم که حکم قصاص در این زمینه اجرا نشده است و همین زمینه میتواند یکی از عوامل گستاخانه متهمان باشد. مثلا در حکم قصاص بینایی اگر فقط قرار باشد تنها بینایی مجرم گرفته شود، عدالت اجرا نشده است، چنانکه ممکن است سایر اعضای فرد آسیب‌دیده نیز بر اثر اسید پاشیدن اسید سوخته باشد. با اشاره به اینکه خلأ قانونی تنها یکی از عوامل افزایش این جرم است، فقر فرهنگی، فقر مالی و عدم آموزش کافی از جمله عواملی هستند که در افزایش این جرم نقش دارند. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی، هر کس عمدن به دیگری جرم یا ضربه‌ای وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل علیه گردد، در موردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانکه اقدام به موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجربه مرتکب به دیگران گردد، به 2 یا تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست منجی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. پس می بینیم که در بحث اسیدپاشی تنها دیه و زندان کافی نیست و بحث قصاص هم مشکلات خاص خود را دارد. با اشاره به افزایش جرم اسیدپاشی در سالهای اخیر، علیرغم تفاوت رشد این جرم نسبت به سالهای گذشته، قوه قضاییه با بزهکاران برخوردی بازدارنده نداشته است. این در حالی است که قضات باید نسبت به جرم اسیدپاشی سختگیری‌های لازم را اعمال کنند، چرا که این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مردم جامعه را نیز نگران می‌کند. یکی دیگر از دلایل اجرا نشدن احکام در مورد پرونده‌های اسیدپاشی را واکنش مجامع جهانی نسبت به آن می‌دانند. بررسی‌های انجام شده در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید بستر ارتکاب جرم را از بین برد، چرا که تجدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود. اگرچه ممکن باشد برای مدتی تأثیرگذار باشد، اما مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود. تصویب قانون مجازات اسیدپاشی در سال 1337 نشان از وقوع اسیدپاشی در سالهای قبل از 1337 دارد. البته این قانون تا به امروز هیچ تغییری نداشته است. طبق این قانون اگر کسی توسط اسید فردی را به قتل برساند، مجازات اعدام است و خلل‌هایی در خصوص اینکه اسید پاشی منجر به نقص عضو شود همچنان در این قوانین وجود دارد. با جرم‌نگاری و مجازات نمیتوان جرم را ریشه‌کن کرد. باید به دنبال شناخت عواملی بود که شخص تحت شرایط آن اقدام به این جرم می‌کند. علاوه بر این قوانین نیز باید یک جنبه پیشگیری از جرم داشته باشد. اپرا وینفری متولد 29 ژانویه 1954، تهیه کننده، بازیگر، مجری خیرخواه و از مشهورترین و مطرحترین مجریهای تلویزیونی آمریکا و جهان است. اپرا به عنوان ثروتمندترین آمریکایی آفریقایی تبار قرن 20 رتبه بندی شده است.
او فعالیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف انسان دوستانه انجام داده و بزرگترین و نیکوکارترین سیاه‌پوست در تاریخ آمریکا به شمار می‌رود. او برای مدتی تنها میلیاردر در سیاه‌پوستان جهان بود و بر اساس برخی از ارزیابی‌ها با نفوذترین زن در جهان محسوب می‌شود. وی در میان قدرتمندترین افراد جهان در رتبه 45 قرار دارد و از چنان نفوذی و جنبه‌ای در میان افکار عمومی آمریکا برخوردار است که با حمایت و جهتگیری خود می‌تواند یک کتاب یا یک رئیس جمهور را در این کشور به موفقیت برساند. او تاکنون در کارهای فراوانی فعالیت داشته است، اما مهمترین کار وی برنامه تلویزیونی اپرا است. این برنامه بالاترین در نوع خود در تاریخ شناخته شده است که از سال 1986 تا 2011 پخش می‌شد. اپرا از سن 6 سالگی تا 12 سالگی را با مادرش در میلواکی گذراند. 9 ساله بود که مردی از اقوام به او تجاوز کرد و مدتی بعد هم مورد آزار جنسی دوست مادر و اقوام دیگر قرار گرفت. هرچند از درون رنج می برد، اما هرگز این مسائل را با کسی در میان نگذاشت. مادرش تصمیم داشت او را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، ولی شانس با اپرا یار نبود و ظرفیت مدرسه تکمیل بود. دیگر راهی نبود جز اینکه با پدرش زندگی کند. به همین دلیل در سال 1971 نزد پدرش در نشویل رفت. او در سال 1967 از خانه گریخت. در سال 1968 در پی آزارهای جنسی در 14 سالگی باردار شد، ولی بچه خود را از دست داد و پسری مرده به دنیا آورد. مرگ فرزند برای او ضربه سختی بود، ولی با خود عهد کرد که زندگیش را تغییر دهد. پدر هم تصمیم گرفت با انضباط و سختگیری به او کمک کند تا بتواند زندگیش را دگرگون کند. او تحصیلاتش را ادامه داد و پدرش او را تشویق می‌کرد که همیشه بهترین باشد. اپرا مجبور بود هفته یک کتاب را بخواند و مطلبی درباره آن بنویسد. در 17 سالگی گزارشگر رادیو نشویل شد و برای اینکه بتواند به کار خود در رادیو و تلویزیون ادامه دهد، برای تحصیل به دانشگاه تنسی رفت و در رشته هنرهای نمایشی و ارتباط کلامی مشغول به تحصیل شد و همزمان به طور نیمه وقت در رادیو محلی مشغول به کار شد. در همان نخستین سالهای تحصیل در دانشگاه 2 جایزه برای 2 نمایش به او تعلق گرفت. در سال 1976 مجری خبری تلویزیونی در بالتیمور شد. در 1978 علاوه بر گزارشگری و گویندگی به اجرای برنامه تلویزیونی هم پرداخت که بسیار موفقیت آمیز بود. سپس در سال 1983 با اجرای برنامه صبحگاهی آی ام شیکاگو پرداخت. این برنامه با برنامه پرطرفدار داناهیو رقابت می‌کرد و در ظرف کمتر از 1 سال به یکی از پرطرفدارترین برنامه‌ها تبدیل شد. این برنامه پس از گسترش در سپتامبر 1985 به شوی اپرا وینفری تغییر داده شد. اپرا همچنین در شبکه متخصص زنان فعالیت هنری دارد و در سال 2000 در شبکه جایزه $100,000 برای افرادی که زندگی خود را صرف بهبود زندگی دیگران می‌کنند اختصاص داد. اپرا با اهدای $10 میلیون به ساخت مدرسه‌ای کمک کرد. این مدرسه در مرتون انگلیس مدرسه مختص به افرادی است که از نظر مالی ضعیف هستند. به گفته مجله برینزویک، اپرا بزرگترین و نیکوکارترین سیاه‌پوست زن در تاریخ کشور آمریکاست. او در فعالیت‌های بشردوستانه بسیار و گسترده‌ای مشارکت داشته است.